در واقع سپری شده فولاد خوزستان 0، سپاهان اصفهان 0. توپگیری سجاد شهباززاده، خود سجاد پاس عالی برای مهداد محمدی، فرصت برای سپاهان و سجاد شهباززاده و اعلام ضربه پنالتی به سود سپاهان اصفهان. از توی قاضی میدان اعلام شد تعادل بازیکن سپاهان شهباززاده به هم خورد. تصمیم داور ببینیم با هم در صحنه آهسته حرکت محمدی، پاس در ارزش. حالا طرفداران فولاد قصد دارن که تمرکز این بازیکن رو به هم بزنن، ضربه‌شو میزنن توی دروازه. حالا اولین گل این مسابقه برای سپاهان توسط کروش استنلی سوارز از اون نقطه پنالتی اونجا به ثمر میرسه و دروازه ناصر سالاری باز میشه. سپاهان اصفهان 1، فولاد خوزستان 0. نفسی به راحتی میکشه آقای امیر قلعه‌نویی. اینم خوشحالی اندک طرفداران سپاهان حاضر در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان. بهت و حیرت فرا میگیره مشتاقان فولاد رو در ورزشگاه. ببینیم با هم در صحنه آهسته اونجا اثر گذاشت تو ناصر سالاری، اما ضربه کروش اینقدر محکم بود که نتونست کنترل کنه